سلام. امروز میخوام توی 5 دقیقه 0 تا 100 اجرای یک ساختمون رو بهت یاد بدم. اگه به این حوزه علاقه‌مندی یا قصد ساخت و ساز رو داری، شما یاد میگیری که چطوری یک زمین تبدیل به یک ساختمان میشه. یه سری مراحل کلی وجود داره. مرحله اول انتخاب زمین هستش. با توجه به هدفی که داری، تعداد طبقاتی که مد نظرته و همینطور کاربری که مد نظرته، باید یک زمین انتخاب کنی. بعد اینکه زمین انتخاب شد، باید یک سری نقشه تهیه کنی. برای اجرای هر پروژه یک سری نقشه نیاز هستش که شامل نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک هست که توی این نقشه های سازه و معماری اهمیت بیشتری دارن. به طور کلی خیلی مهمه که قبل از اجرای ساختمان این نقشه ها کاملا چک بشن، چون اگر در طول اجرای پروژه به مشکل بر بخوریم در زمینه طراحی این نقشه ها، زمان و هزینه زیادی رو از دست دادیم. مرحله بعدی فونداسیون هستش. در این مرحله در واقع کار ما به طور جدی شروع میشه. وقتی هست که ما خاک برداری رو انجام میدیم، بتون میل رو انجام میدیم، آرماتور بندی و بعد اون بتون ریزی انجام میشه. این مرحله هم خیلی مهمه چون در واقع شالوده بخش سازه‌ای ساختمان ما هستش و خیلی مهمه که کیفیت مصالح و اجرای اجزای این بخش به طور کامل کنترل بشه. مرحله بعدی زمانی هستش که ما باید اسکلت ساختمان رو اجرا کنیم. به طور کلی ما دو نوع اسکلت داریم، اسکلت بتونی و اسکلت فلزی. اسکلت بتونی به علت این که مقرون به صرفه تر هست این روزا طرفدار بیشتری داره. اسکلت فلزی هزینه بیشتری میبره ولی خب روند اجرای پروژه هم سریعتر صورت میگیره. بعد اینکه ما نوع اسکلتمون رو انتخاب کردیم، خیلی مهمه که اسکلت بندی دقیقاً همون چیزی باشه که داخل نقشه های اجرایی طراحی شده و همینطور کیفیت مصالحی که استفاده میکنیم و جوشکاری و بتون ریزی هم خیلی اهمیت داره که به طور کامل و استاندارد اجرا بشه. بحث اجرای دقیق و شاغول بودن عناصر اسکلت ما هم اهمیت زیادی داره که باید چک بشه. مرحله بعدی زمانی هست که ما اسکلت ساختمونمون شکل گرفته و حالا باید دیوارهای داخلی و خارجی رو اجرا کنیم که از زمانی که زلزله سرپل اتفاق افتاد، بحث اجرای دیوارها به صورت والپوست اهمیت خیلی زیادی پیدا کرد. بعد از اینکه دیوارهای داخلی و خارجیمون رو اجرا کردیم، حالا نوبت به اجرای نازوکاری هست. نازوکاری در واقع مرحله‌ای هست که خیلی برای مردم عادی جذاب هستش که شامل اجرای کاشی، سرامیک، رنگ، کابینه، سقف کاذب و غیره هستش که در واقع کیفیت مصالح و نوع دیزاینی که برای نازوکاری استفاده میشه تأثیر زیادی در ارزش نهایی ساختمان ما خواهد داشت. مرحله آخر مرحله هست که ما باید یک سری تست ها، جریمه ها و اقداماتی رو انجام بدیم که شهرداری به ما و ساختمان ما پایان کار بده. این بود تمام مراحل ساخت یک پروژه ساختمانی از 0 تا 100. اگر دوست داری که هر کدوم از این مراحل رو به صورت تخصصی و کامل یاد بگیری، پیج رو سابسکرایب کن و ویدیوهای بعدی رو از دست نده. مرسی که همراه من بودین.